أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد أبو داود: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود وقتی که واقع میشه یعنی میفته از ذباب یعنی یک مگس فی شراب احدکم در آب یکی از شما یا چیزی که مایع است فلیغمسه ایرا غتبت داخلش کنه دو ثم لینزعه باز بیرونش کنه و باز استفاده کنه مینو شهر چی که میکنه. چرا؟ فإن فی احد جناحیه دان، زیرا در یکی از دو بالزی مگس مرض است و فی الاخر شفان و در دیگه بالش شفا است. اخرج البخاری. این حدیث به این الفاظ امام بخاری نقل کرده و به الفاظ دیگه کمی اضافگی کرده در سنن ابو داود است که می فرماید و زاده زیاد کرد که و اینه یتقی و این کس دور میکند با مو بالی که دو مرض است، یعنی امو بالی که مرض است امور پیش میکنه. یتقی یعنی دفاع میکنه، خود نگاه میکنه، یعنی همیشه که بیفته در یک جای امو بال مرضی خود پیش میکنه، میفته خود با مو بال میزنه و دو بالش مرض است. وقتی که در گیلاس آب افتید یا چای و غیره او امو مرض دو جای میگیره، میکروب این گپا و اینال دیگه طرفشه که داخل کردی بازو دو دیگه شفا است، در بال دیگهش و شفا که است یعنی مرض ضد میکروب یا ضد ویروس است او امو مرضش بال دیگهش از بین میبره. پس از این فهمیده شد که به می خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم این حدیثه که گفته خبر است، غیب است که او چطور این کار میکنه، الله برش وحی کرد توسط وحی گفتگی است. شراب احدکم، خب حدیث خود صحیح امام بخاری که گفتیم یا مسلم بفهمین که صحیح است و قوی است، زیرا هم در بخاری آمده دیگه حاجت بیان سندش نیست و هم در ابو داود و در دیگه کتاب های حدیث. شراب در لفظ بخاری آمده که فی اینای احدکم، در ظرف آب یکی از شما، آب باشه یا چای باشه. تعبیر به ظرف کسی شامل تر است که مثلا میشه دو روغن مایع باشه یا هرچی که باشه. فلیغمزه یعنی داخلش کنه در غذا یا در شراب. امر به غمسش پیامبر هم امر کرد که داخلش کنین تا که شفا خارج شود، یعنی امو بالش که شفا داره و هم دی بیفته و مرضش میکروبش از بین ببره، کما خرج دا مثل که بیرون میکند مرض را. اینا سوالی است که ما حکم الماء اذا وقع فی ذباب، چی از حکم آبی که دو ذباب میفته یعنی مگس میفته، حکمش چیست؟ لا ینجس، نجس نمیشه. چرا؟ زیرا رسول الله هم امر کرد به غمس و انداختن داخل کردن امی مگس، ولم یأمر به اراقت ما وقع فی، امر نکرد که اوس پرتین آبا یا چای یا ایره نگفت، بلکه گفت همون دیگه داخلش کنین که همون بال دیگه شم دی بیاد. ابن قیم، حافظ ابن قیم میگه هو دلیل ظاهر و دلاله جدا، میگه این دلیلی است که دلالتش به معنایش بسیار واضح است به این که ذباب یا مگس وقتی که بمره در آب یا یک چیز مایع باشه، مایع یعنی چیزی که نرم است، روغن باشه هرچی که باشد، فإنه لا ينجس، این نجسش نمیکنه. جوس سیب باشه، جوس مگم تا سیب میکشه مگس ها گرم میفتنی دم بغل، چی میکنی؟ داخلش کو استفاده بکو. اگر دل کسی نشه گپی نیست. خو امر با چیز که است باید پس هم میگیم که امر بر وجوب نیست که حتمی استفاده کنی. چرا؟ فإنه لا ينجس، این نجسش نمیکنه و هذا قول جمهور العلماء، جمهور اکثریت علما مجتهدین میره میگن ولا يعرف السلف مخالف فی ذلک، میگه در سلف صحابه و تابعین ائمه مجتهدین کسی مخالف پیدا نمیشه که بگه که نه این نجس شد، ناپاک شد، آبش اوسو انداخته شد یا این مایع که است اوسو انداخته شد. وجه استدلال است که رسول الله هم امر کرد به مقلهی، مقل یعنی غمسش در طعام، در مونان که است پرت شوروا گپام باشد داخلش کن
و این معلوم است که این میمره از این جهت. او که بیفته میمره، خصوصا که طعام گرم باشه طبعا میمره. اینال اگر این نجس میکرد بس این امر با افساد طعام فساد میکرد، از بین میبرد غذا را، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرد به اصلاحش. اصلاحش چیست که داخلش که خودش رفتید بیخی هیچ گپی نیست، میشه استفاده کنی. و یکم تا مگس و چیزا را که ببینه بیخی میگه اوسپرت نه، اما از این نجس گفته نمیتون. ثم عودی هذا الحکم، باز میگم متعدی میشه یعنی تجاوز میکنه. این حکم که در مگس آمده در حدیث دیگهش نگفته. مثلا مگس اگه زنبور بفته یا کورپشه بفته چطور او را نگفته در حدیث. و اگه مرچه بفته چطور و همین قسم قانگوزک بفته دیگه چیزا هم هست نه. و این حکم میگه الى کل ما لا نفس له سائله، هر چیزی که خون روان نداره، خونی که بکشیش خونش جاری شوه نداره و او را شامل میشه. همه حشراتی که خون جاری نداره، مثل چی؟ که نحله، مثل زنبور عسل وام بیفته دمی غذایت و سکونش، یا زنبور مثلا گو زنبور رفتید نه و سکونش، همین قسم زنبورای سبز و مختلف غیر زنبور. عنکبوت مثلا جولا بافک رفتید و اشباه ذالک امثال ازی. چرا در زاد المعاد ابن قیم میگه اذا الحکم یعم بعموم علتی، زیرا حکم آمد با عموم علتش و ینتفی الانتفاع سببی، و حکم منتفی میشه به انتفاع سبب. علت اینجا ای بوده که تنها مگس هدف نبوده، اینجا هر چیزی که خون جاری نداشته باشه. اینال سوال مطرح، آیا قیاس میشه به می مگس هر حیوانی که لا نفس له سائله، نفس سائله یعنی خون جاری نداشته باشه، و قیاس میشه؟ بله، اکثریت علما قیاس کردن. میگه فقط قیاس علما ائمه مجتهدین قیاس کردن به طهارت مگس ما لیس له نفس سائله، هر چیزی که خون جاری نداره از حشرات او را حکم کردن به طهارتش، پاکیش، و ای که نجس نمیکنه در او چیزی که بیفته، شوروا باشه، روغن باشه، هر چی که باشه. او چیزایی که مثل مگس است، مثلا که نملتی، نمله مرچه صورت نمل، یا باوزه کرپشه را میگنی ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، شما خواندین نه در قرآن. عنکبوت، سورت عنکبوت نه، مثل الذی در قرآن میگه کسایی که عبادت میکنن غیر الله را که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت. خنفسا این همی امثال قانگوزک ایناست. یکی اونمو پشتش سرخک می باشه تو خدا باز میکنه، سخت سمی تو آین واری یا شیشه واری پشتش بزنی باز می پرنه، میاده چیز میفته مثل قانگوزک. این چیزا بعضش سرخ هست، بعضش طلایی هست، رنگای مختلف دارن. دمی تابستان این وقتا یافت میشه، میاده میشه خدا میپرتنه، در او میپرته یا در چای میپرته، در بسته یک سطل آب میفته یا در شربت خدا میپرته. این رمضان است مثلا. یا امو حکم داره که نجس نمیشه. و نحل، زنبور عسل، بق کس و نمو حشره را میگه که خون انسان کش میکنه. مثلا چی بگویم، کنه بگویم، یا یعنی چی کنه است، چی یک چیز سیام خورده. وقتی که جول یک چیز دیگه است و مثل همی قانگوزک وار یک چیز است. وقتی که واقع شود در غذا، واقع شود یا در شراب بیفته، ایرا لم یحرم، حرامم نمیکنه، نجس هم نمیکنه. چرا؟ زیرا حکم عام میشه با عموم علتش. علتش بوده که خون جاری نه، و منتفی میشه به انتفاع سببش نباشه. هر وقتی که سبب نجاست دم محتقن است، یعنی خونی که محفوظ باشه، پر باشه در حیوان، با موتش که میمونه در خون میداره، و این مفقود است، یعنی وجود نداره در حشراتی که خون جاری ندارن، حکم هم منفی میشه. حکم که نجس بگویمش به خاطر که علتش منفی است، علتش وجود نداره. فلو وقع الجول فی الماء مات فی الماء، اگر جولم بیفته در آب بمروم، جولم مثل همی قانگوزک یک چیز است. و همین قسم اگر عقرب بیفته، عقرب یعنی گژدم بیفته در یک آب یا در غذا، شوروا، هر چی که باشه، این خون چی نداره، این پاک است.
میشه که از او استفاده کنی، زیرا ایلان تو نجس بالموت، با مرگ کس ایرا نجس نمی سازه. معنای نفسی که لا سائل له، خون نداره. خب اینا چی حکم است وقتی که دا آب بیفته؟ یعنی دلیل مشروعیتش چیست که مشروع است؟ میوش رو غمسو فی الشراب، مشروع است غطا کردنش در امو غذایی که میخوری، ثم نزو بعد ذالک بازور اوسکو و نمانش در ظرف نماندش اوس پرتش. و در روایت آمدگی است در یک روایت دیگه حدیث فإنه یقدم السم و یؤخر الشفا، میگه ای پیش میکنه خصوصا مگس امو بالی که زاردار است، مرض داره او را، و یؤخر الشفا، و کسی بالش که شفاست او را وسو میگیره. چرا اینطور میکنه؟ به خاطر این تو دشمنی نداره، این دفاع که است که تمو بال مرضی خود دفاع میکنه، حالی هم که میفته فکر میکنه که دفاع کنم، در حالی که داب میفته و نمیمره یا در چای بود هرچی که بود. حکمت از غمسش در شراب چیست؟ و نه حکمتی است که یکی از بالایش همین مگس مرض است، در دیگه بالش شفا. وقتی که در آب بیفته یا در چای اینا، رفع الجناب بلند میکنه امو بالی که در شفا است، و غمس فی شراب و میفته در آب امو بالی که در مرض است. حکمت الله است که امر کرد به غمس فی جناحه الذی فی، امو بالی که در شفا است او را داخل کنین، تا که حتی یقابل داء بدوای، دا یعنی مرضش دوایش که اسم شفاش مقابله کنه، او ضد ویروس از دیگه او را از بین ببره، فیکون مزادا له، بزدش و تزول مضرته و مضرتش ضررش از بین ببره. اینجا یک سوال پیدا میشه که پیامبر صلی گفت که فلیغمسه، اگر مگس افتید او را داخل کنین دمی شرابتان و آبتان. آیا این امر بر وجوب است یا بر ارشاد است؟ یعنی واجب است یا نه که مستحب است؟ اینجا علما میگه که امر بر ارشاد است. ارشاد یعنی کار خوبه، یا بعض مردم بد میبرن که واقع شاهد زباب، یعنی حتمی نیست که او را حتمی پرتو بخو، اما نجس نمیشه، اما کسی اگه استفاده کنه میتونه. اگر انسان این را فکر کنه که این نجس است به ما مضر است و استفاده نمیکنه، وقتی پیامبر میره بیان کرد که نجس نیست، ضرر نداره، میتونی که از او استفاده بکنی. حالا بعض فواید عامی حدیث چیست؟ بیان قدرت الله تعالی که الله برای مگس در یک بال شفا را مونده و در دیگه بالش مرض مونده، چقدر الله قدرت داره. دیگه بیان علت در غمس ذباب، پیامبر صلی علتش بیان کرد، دلیلش، تا که قلب انسان مطمئن شود. و قبلا ما بیان کردیم بیان قرن الحکم به علت، یک حکم که معلول علت می باشه یا فوایدش حکمتش چی می باشه، گفتیم بعضی جا بیان شده و بعضی نشده، اون که شده ما بیان میکنیم، بعضی جا نشده نمیکنیم، یا بعضی وقت اگر نشدم با توسط فکر میشه و تجربه میشه که ضرر یک چیز پیدا کنیم. مثلا گوشت خنزیر چرا حرامه؟ حالا بسیار تجربه کردن و که بسیار یک میکروب قوی داره و چی داره، میشه که امورم بیان کنیم، ولی یک چیزی که حکم معلول با علت نباشه بازی تو نمیشه که علت اوست شد و حکمم منتفی شود. مثلا ما بگیم گوشت خنزیر حرام است، علتش چیست؟ بعضی ها مثلا میگه که میکروب بسیار چی داره، قوی داره که تا 200 درجه حرارت از بین نمیره. حالا اگر یک کافر بگه خیمه طور میکنم که می حرارت گوشت خنزیر را پخته میکنم به 300 درجه میرسانم که میکروبش هم از بین ببره، حال جایز شد که گوشت خنزیر را استفاده کنم؟ ما میگم نه. متوجه شدین؟ یکی است که یک حکم معلول به یک علت است طرف شارع الله و رسولش، او میشه که حکم منتفی شود، با علت آمد حکم موجود شود، اگر علت حکم اگر حلال است یا حرام، علت نامد حکم چی شود؟ مرفوع شود. اما در جایی که شارع بیان نکرده الله و رسولش بازوجه، او حکم یک چیز معلول به علت دانسته نمیتونه. مثل این خنزیر مثال دادم براتون، نه؟ یا شراب چرا حرام؟ اینی ضرر داره، نه؟ ضرر صحی داره، ضرر اجتماعی داره، اخلاقی داره، اقتصادی داره. اگر یک کسی بگه می ضررایش ما از بین میبرم، حلال میشه؟ نه، الله این حکم معلول با علت نکرده. و انا بیوا. خب در اینجا ما شما فهمیدیم بسیار گپ خوب بود که امی یک مگس یک چیز میفتم، بسیار یک شوربای خوب کلان کردی، میمانم کردی مردم، یک زنبور آمد افتید، یک تا گجدم از بالا افتید، چند چیز می افتید، چی کنیم؟ بسته شوربا را اوس پرتی چی گپ کنیم؟ نه دیگه او را بانش خیر اوس بکشش، میمان خبر نکن برش بیاد داده برو. ولی یک گپ هست، یک کسی در ظرفش همی چیزا افتید
امی چیزا استفاده نکرد خیر است، اما نجس گفته نمیتون. و یک کس دیگه اگه استفاده کرد او را مردارخور نگویه که این مردارخور پلید چی را میخوره نجس. نه تو جاهل و بدبخت هستی نمیفهمی. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرج أبو داود والترمذي وحسن واللفظ له. أبي واقد الليثي یک صحابی جل قدر اسمه قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمود رسول الله صلی الله علیه وسلم ما قطع من البهیمه آنچه که بریده میشه قطع میشه از حیوانات گاو گوسفند بز و شتر اینا و هی حیه در حالی که حیوان زنده است یک بغلش میبری این چی میشه یه حلال است نمیگه فوا میتون یه خود مرده است میگه یه حرام است. یعنی ابو داود ترمذی و ترمذی میگه که حسن است لفظ هم از ترمذی. سعی کنیم در یه حدیث میاد یک موضوع بسیار جالب دیگه است. اگام تا کسا است در دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم هم این کار میکردن، همین کوپانای شتر شد در حالتی که زنده بود میبریدن باز گوشت از او را او میکنن میخوردن در حالتی که زنده. یا گوسفند است روان خوب دنبه داره یک داره دنبهشه میبریدن میفتن میره چکو او کنه که بخوریم باز میخوردن. و همین قسم یک حیوان دیگه چاق بیای بغل دیگه شه عملیات میکنن گوشتش میبریدن باز برا پس میام گوشت پخته کو بسیار مزه‌دار است از می استفاده کنیم در حالی که زنده یک طرفش میبردن باز رو میخوردن. پیامبر صلی الله علیه و کرد که هر چیزی که از بهیمه حیوانات در حالی که زنده است بریده میشه میت است یعنی خود مثل مرده خود مرده است حرام است ناجایز است منع کرد. دیگه خود ضرر هم بود برای حیوان دیگه مشکلات زیاد بود. بهیمه چی را میگه در قرآن آمده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان الله یحکم ما یرید. شما خواندین نه سورة مائده را خواندین. بهیمه امو حیوانایی که صاحب پای چارگانه باشد دو دست و پای داره و حلال مثل شتر نر و مادهش گاو نر و ماده گوسفند و بز اینا. اینا چرا بهیمه میگه؟ به خاطر که این در حقیقت لا یعبر ما فی ضمیری آنچه که در قلبش است در دلش است تعبیر کردن نمیتونه به طریقی که بفهم یعنی گپ زدن نمیتونه اما چیزی که میخواه او را گفته نمیتونه یک بغس و بغس میکنه خلاص دیگه گپ زده اما گپ خود گفته نمیتونه و امرش مبهم است یه از ابهام گرفته شده گپش نمیفهم به این خاطر بهیمه میگه یعنی حیوانای گنگ حیوانای گپ زده نمیتونه. این میت است. میت در حدیث چه معنی؟ حرام است مثل خود مرده مثل میته لا یجوز اکلو. سبب این حدیث چی بوده؟ سببش ابی واقد لیثی میگه که قال قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه والناس يحبون اسنمة الابل ويقطعون الیات الغنم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیامبر میگه پیامبر در مدینه آمد در حالی که مردم دوست داشتن کوپانای شتر این تو میبریدن باز در حالتی که زنده میبود و دیگه الیات الغنم یعنی دنبای گوسفنده. رسول الله صلی الله علیه و گفت که هر چی قطع میشه حرام است و زنده است شما این کارو میکنید این ظلم است. حکم سعی ترحم به حیوانات هم است. حکم ما قطع من البهیمه چی است؟ آنچه که بریده شده از حیوان گاو گوسفند باز در حالی که زنده باشه. ما بین و قطع آنچه که جدا میشود و بریده میشود از بهیمه حیوانای گاو گوسفند شتر گفتیم فی حال حیات در حالی که حیات داشته باشه فهو کمیتتها مثل خود مردهش است یعنی حرام طهارتا او نجا. از نگاه پاکی اگه خود مردهش پاک بود یام پاک اگر یک چیز خودش بمره نجس است یام نجس است. حلال اگر خود مرده یک چیز حلال بود یام حلال اگر حرام بود حرام. مثلا اگر از گوسفند کسی میبره در حالی که زنده باشد دنبه شیر عضو باشد این نجس است حرامه چرا این به منزله میتت شات به منزله امو گوسفندی است که خود مرده باشه و میتت شات نجس میته گوسفند نجس. مثال ما قطع من سمک آنچه قطعش از ماهی در حالی که زنده باشد ماهی مثلا ماهی است زنده است نه نمیشه میزنی یک بغلش پس میپرتیش در بحر نه این چطور میشه؟ این طاهر حلال. تا به خاطر خود مرده ازی چی بود ما شما خواندیم نه وحلت لنا المیتتان دو میته گفتیم که السمک و الجراد جراد سمک این حلال است طاهر است زیرا میته
مایی پاک و حلال بود، پس جزش هم که میبرید حالت حیات و هم پاک و حلاله. یکی از میتیش گو گوسفند و اینا حرام است که میبریم در حالت حیاتش حرام میشه. ابن تیمیه رحمه الله میگه هذا متفق علیه بین العلماء، در بین علما یعنی گپ اتفاقی است، کسی یک بخش حیوان میبره حرام میشه. و می خاطر علمای قاعده را از گرفتن ما اوبین من حی فهو کمیتتی، آنچه که جدا میشه از یک حیوان زنده اون مثل خود مردهشه. اگر خود مردهش حرام بود یا حرام، اگر حلال بود حلال است. یک محدث است در عون المعبود میگه قال ابن الملک ای کل عضو، هر عضو قطع شود این عضو حرام است، زیرا این میت است به زوال حیات، زیرا حیات از بین رفت در حالی که ذبح نشده. و کانوا یفعلون ذلك فی حال الحیات فنوحا، میگه صحابه این کار در حالت حیاتش میکردن یا مردم ها میکردن پیش صحابه منع شدن، و مثلا گفت کار نکن. امام نووی میگه در شرح مسلم و اما هذا الصنام المقطوع، اینمی کوپان شتر که بریده میشه، فإن لم يكن تقدم نحره ما، اگر ای ذبح نشده باشد فهو حرام باجماع المسلمین، به اتفاق مسلمان ها ائمه مجتهدین صحابه کلش حرام است. چرا؟ لان ما اوبین، زیرا آنچه که بریده میشه قطع میشه از حی فهو میتون، اون خود مرده است و حرام. همین قسم در موسوعات الفقهیه آمده که در جلد 28 صفحه 130 اذا رمى صیدا، میگه شکار اگر بزنه که مرمی بزنه هرچی بزنه فابان منه عضوش جدا شوه اوس شوه و بقى صید حیا و این شکار پیدا کرد که زنده است حیاتش مستقر بود، بازم عضوی که جدا شده و حرامه، از او عضو استفاده نکن. پایش او سفتیدر چکه یحرم العضو المبان بلا خلاف بین الفقهاء، در بین فقهای خلاف نیست. چرا؟ لقولی صلی الله علیه وسلم، به خاطر پیامبر میفرماد ما قطع من البهیمه، آنچه که خود مرده از حیوان قطع میشه بریده میشه و حیه در حالی که زنده است یعنی ذبح نشه، فما قطع منها فهو میتة، این که قطع میشه این میته است خود مرده است حرام است. و قال علماء لجنه دائمه، علمای لجنه دائمه افتاء یعنی سعودی تماما مفتیایشون یا میگن لا یجوز، جایز نیست اکل ما قطع من الحیوان المأکول، حیوانی که حلال است قطع شود یک عضوش در حالی که ذبح نشده حرام است، جایز نیست. و هی حیه در حالی که کل خصی و الایلیه، مثل خصیتینش یعنی خصیام و زیرالی تناسلی حیوانات که است، اون رو بعضی ها میبره حلال نیست. یکم تا خسی که میکنه حیوانه بخیر چیزای شبوسو میکنه باز میامی رو پختش کنین، نه حلال نیست. و همین قسم الیه یعنی دنبیش و امثال ازی، لان ذلك فی حکم المیت، زیرا در حکم میت است، لقولی صلی الله علیه وسلم، بخاطر پیامبر میگه ما قطع من البهیمه، آنچه که از حیوانا بریده میشه در حالی که زنده باشه میته. پس از اینجا ثابت شد که حیوانات در حالت زنده بودنش ما شما نمیتونیم که از بین ببریم مورا یا او را چی کنیم استفاده کنیم، یا قطع شد یا با حتی شکار میشه او در حالی که او را میخوای که ذبح کنی اما بخش جتایش حلال نیست که توسط فیر کردن اینا از بین رفت. باب الآنیه، آنیه در کتاب شما آمده باب آنیه، این خب پیشتر چیزایی که حلال و حرام اونا را گفت. آل آنیه ظروف، ظرف ها، ظرف آب، ظرفی که نان میخوریم، کاسه باشد مثلا جگ باشد پیاله باشد، همین کدام ظرف از کدام نوش حلال است کدامش حرام. اینجا در کتاب شما میگه امو ظروفی که طلا و نقره باشه دوزر آب خوردن نان خوردن این حرام است ناجایز است، طلا باشه یا نقره باشه. اینی رو بیان میکنه با استعمالش هم حتی استعمال از او ناجایز است. اینا یک سوال پیدا میشه کسی یک ظرف کاسه است یا قود جور کرده یا زمرد جور کرده دیگه چیزا هیچ تو یا استعمال میکنه دست خود یاده دیگه طلا مثلا استعمالش مثل چینه ای حرام است. این که دیگه باشه اگه دیگه جواهرات باشه چطور است. آنیه جمع اینا ظرف میگه ظرف آب هر چیز، ظرفی که دو یک چیز انداخته میشه آب یا نان خورده میشه، گیلاس باشه مایات یا غذا و برنج این گپا غوری این گپا. مراد به این اوانی است در اینجا، اوانی ظروفی که یکونو فیها ماء الوضو، آب وضو دو می باشه.
و ما هو عم من ذلك، آب وجود او باشه یا عامتر از این غذا باشه، شراب نوشیدنی جوس و غیره. اصل در اوانی خود ظروف اصلش چیست؟ یعنی قاعده کلی ایست که حلال است، به اعتبار طبیعتش حلال است همین ظروف، مگر بعضیش که اسلام استثناء کرده. چرا حلال است؟ به خاطر الله در قرآن میگه که هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. یکم تا میگه اصلا در اشیاء اباحت است، نه اباحتش هم اسلام بیان کرده. دلیلش الله آن ذاتی است، سورت بقره شما خواندید، خلقه که آفریده لکم برای منفعت شما انسان ها، برای فایده شما، ما فی الارض آنچه که در زمین جمیعا کلش به نفع شماست، به فایده شماست. ولی در بعضش الله میگه استفاده کنین، بعضش نکنین. اما در صورت عام که ببینی یک چیز حلال است مگری که دلیل به حرمتش یا حرام بودنش موجود شد. اصل حلال. مثلا اینی میز است، ما گفتن نمیتونیم این میز حرام است. اگر حرام میگی دلیلشو بگو. هر چیزی که در روی زمین حلال است. اینا اگر گوشت خنزیر هم تو میگی ازی است، چطور ما میگیم این به خاطر حرام است که الله ایرا در دلیلش نازل کرده که حرمت علیکم المیتة و لحم الخنزیر. و دلیلش گفته. کدام حیوانی که نگفته حرام است او را حرام نمیگیم. اگر همون تو اسلام نه حلش بیان کرد نه حرمتش و حلال می باشه اگر عام بود. اما حرام گفت حرام میشه. مثل که الله در یک آیت دیگه میفرماید، مثل سورت شورا باشه، میفرماید وسخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض جمیعا منه. الله تابع و مسخر کرده برای نفع شما، فایده شما که استفاده کنین. این انسان ها ما فی السماوات ما فی الارض، آنچه که در روی زمینه در آسمانات جمیعا من، کلش از جانب الله با فایده شما. خب مناسبت از این با اون باب سابقه چی بود که در موضوع چیزای حرام یاد کرد؟ میگه هر وقتی که آب یک جوهری است، یک چیزی از سیال یعنی سایل است میروه جریان پیدا میکنه، لابد له من وای، ضرور است که یک ظرف باشه. نه آب چیزی است که در این چیزا مونده نمیشه، اینجا پرتش اوسو میریزه، باید یک ظرف باشه که در او نگاه شه. پس مناسب است ذکر از این بعد از احکام آب. قبلا احکام المیاه بود، نه آبا چند نوع آب باشه، آب چی و آب چی ما شما گفتیم، نه آب اصلش پاک است و چی در آبا گپ زدیم. حال ظرف آب میگه که ظرفش چطور باشه، لیعلم المسلم تا که مسلمان بفهمه حکم آنیتی، حکم هم ظروفی التي استعملها، همون ظروفی که استعمال میکنه این چی است، کدامش حلال است کدامش نه. آنیه یک مناسبت دیگه هم داره با ما قبلش، و ایست که کتاب الاطعمه، کتاب غذا میاید پسند نیرا طعام کس خورده میشود با آنیه با ظروف. لیکن عادت ایست که یک چیز وقتی که دو مناسبت داشته باشد در اول یک ازیا یاد میشه، بعد مناسبت بعدیش دیگیش یاد میشه. به می خاطر اینجا اولی که باب اینجا یک سوال پیدا میشه، میگه خیمیمون که اول باب اطعمه یعنی غذا را بحث میکرد بعد از ظروفش. میگه نه چرا میگه ایرا ظرف اول بحث میکنه بعد غذا را؟ به خاطر که از باب مبادره و مسابقه بالخیرات یعنی تیزی به خیرات، کاری که خیر است رو زود بگو. یکی دو مؤلف همین کسی که نوشته کرده یعنی ابن حجر میگه وگری را یاد نمیکرد در مناسبت اولی شاید فراموش میکرد، به می خاطر بخش ظروف یاد کردگی. سومی که گاهی وقت یک چیز در ذهن انسان میاد اگه ایرا بانا باز فراموش میشه بعضی حالاتش. ما میگم دفعه مثلا در اینجا میبینم یک مناسبت قوی نداره، اما میفهم که اگه یادم نره باز بیام اینجا بگم که میشه ای از ذهن ما برایت و یک وقت دیگه هم بیان نشه. عن حذيفة بن يمان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. یک حدیث دوم عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. شکل دو حدیث میگه مرتوش متفق علیه در بخش ظروف، ظرف آب و غذا و همین چیزا. عن حذیفه بن یمان، حذیفه بن یمان میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا تشربوا ننوشین ای مسلمانا، ننوشین در چی ننوشین؟ فی اینا آنیت الذهب در ظرف های طلا و الفضه نقره، پیاله طلایی پیاله نقره یا
کاسه طلایی، کاسه نقره‌ای، تشت طلایی، تشت نقره‌ای. ولا تاکلوا فی صحافها، نخورین در صحاف ازی، فانها لهم فی الدنیا و لکم فی الاخره. جرایت برای کافراست در دنیا، یعنی در طلا و نقره کافرها در ظرفش استفاده میکنن. اگر شما کدام کافر دیدین از او تقلید نکنین. ولکم فی الاخره، برای شما در آخرت است، شما در آخرت از این استفاده میکنین. نه مثل که الله در قرآن میگه یحلون فیها اساور من ذهب، دوجه کانگانای طلایی، ظروف طلایی سا، قواریر من فضه قدروها تقدیرا. قواریر یعنی جک های نقره‌ای است تا بسیار شفاف است مثل شیشه‌واری. این چیزا در روز قیامت استفاده میشه. و دیگه هم یگام حکمتا داره دیگه ای که این خو یک حدیث متفق علیه امام بخاری مسلم این را نقل کرده و ام سلمه میفرماید خانم پیامبر امهات المؤمنین مادر ما شما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الذی یشرب، آن مسلمانی که می نوشه فی اناء الفضه، در ظرف نقره‌ای، ظرف نقره‌ای یا گیلاس است یا کاسه است یا جک است، جک آب است، انما یجرجر فی بطنی، میگه یقینا این داخل میکنه در اشکمش نار جهنم، آتش جهنم. آتش جهنم که در اشکمت بره ای تو دور بخوره، نی دور بخوره، درکت کنه، یعنی بسیار خطرناک جزا داره، جزایش آتش. متفق علیه. صحاف در اینجا آمد که ظرف طلا و نقره صحاف. صحاف جمع صحفه، یه مو ظرفی را میگه که از غذا است. اللغت میگه ان تشبه الخمسه من الرجال، میگه اونمو ظرفی که 5 نفر سیر میکنه. 5 نفر کاسه باشه یا غوری باشه، یا افغانی باشه یا کجایی باشه. خب افغانی ها زیاد میخورن، نه پاکستانی ها فرق میکنه، یعنی 5 نفره که غذای متوسط اینی را میگه. پیامبر گفت دمی کاسه هم نان نخورین، پلاو از برنج هر چی که هست. خب انما یجرجر فی بطنی، میگه جرجره چی را میگه؟ سب الماء فی الحلق، کسی آب در حلق خود میپرته، یعنی معنی است که نه تجرون، گویا که آب، میگه گویا که آتش جهنم میخوره. یا کسی که آب در ظرف طلایی نقره‌ای میخوره گویا که آتش جهنم میخوره، یعنی اینقدر گناهش است. یا که در امی کاسه یا غوری طلایی نقره‌ای استفاده میکنه گویا که آتش جهنم لقمه زده رایست. اما حکم الاکل و شرب فی آنیة الذهب، حکم خوردن نوشیدن چی است در ظرفای طلایی نقره‌ای؟ حرام، بل من کبایر الذنوب، به اتفاق علما حرام بلکه از گناهای بزرگ است خوردن نوشیدن. خب خوردن نوشیدن چرا؟ خاطر این دو حدیث بیان کردیم که آتشم. و دیگه نقل الاجماع على تحریم ذلك ابن المنذر و النووي، امام نووی در شرح مسلم اجماع میگه، اتفاق مجتهدین، امام ابو حنیفه رحمه الله کلش اتفاق داره، شافعی، حنبل، صحابه و ابن منذر هم اون یک کتاب داره به نام اجماع دو نقل کرده. ما حکم اینال سوال ای خود واضح شد که ظرف آب و خوراک و جوس این چیزا حرام است در ظرف طلایی نقره‌ای. ظرف طلایی نقره‌ای را ما شما اگر پیدا کنیم میفروشیم، تو پیسش استفاده میکنیم، اما در او استفاده چی نمیکنیم، تغییرش میدیم. اینال سوال پیدا میشه ما حکم الاتخاذ و استعمال آنیة الذهب، اگر یک کسی ظرف طلایی و نقره‌ای را استفاده کنه آب و یا ننوشه، می تو بانه، یعنی یکم تا که میمانه یا خانه یک زیبا جور کرده و در اونجا یک گیلاس طلایی را مانده و این تو چیزا هست، میگه بر نشان دادن و بر چیزا، میگه این خانه میمان خانه است، یکم تا میمان خانه جور میکنه در هر چیزا مشروع نامشروع. میگه یجعل عنده آنیة الذهب و فضة لزینه، مثلا یک کسی ظرف پیاله طلایی نقره‌ای یا کاسه طلایی نقره‌ای یا جام طلایی نقره‌ای یا غوری طلایی نقره‌ای را به خاطر زینت در بغلای دیوال مانده و میتو یک شمشیر هم دو تا را مانده، مثلا شمشیر طلایی یا نقره‌ای را جور کرده مانده، چاقوی طلایی نقره‌ای را به خاطر زینت، مثل ابریق مثلا جگ باشه و اینا، چاینک یا چاینک غیرها. می اختلاف العلماء فی هذا المسأله، علما در این نوشیدنش خود اتفاق است، استعمالش برای زینت چطورست در اختلاف است. استعمال طلا و نقره، ظروف طلا و نقره برای زینت چطورست در اختلاف است. قول اول انه حرام، قول اول است که حرام است، میگه
حرام است، حرام. یعنی یک نظر از علما حرام. و هذا قول جمهور العلماء، اکثریت علما مجتهدین. علما که میگیم این فکرتانی مولای مسجد این وقت نبیه که امام اونو مسجد تو مسجد خو، نه، او ائمه مجتهدین او 1000 سال پیش تیر شده یا بعدا دیگه مجتهدین که آمده. شما فکر نکنید که این علمای کابل میگه ذهنتان همیشه دمی علما به هر وقت علما گفتید سابقه است. خب این علما نیستن، اون مجتهدین اینا. جمهور علما، جمهور میشه که اینجا گم تا نفهمه فکر کنه که فلان مولوی صاحب کن شد. اینا میگن ان النهی عن الاکل و شرب خرج مخرج الغالب. میگه پیماسم که منع کرده از خوردن نوشیدن دمی ظروف طلا نقره، این در مخرج غالب، یعنی این را پیماسم غالبا بیان کرده، یعنی اکثر چون که میخورد مینوشید بیان کرده. اما ای که اوش هم دهی شامل است که اگر استفاده کنه او هم شامل است، چون که مردم زیاد جور میکنه برای خوردن نوشیدن، او معنی شد. اما این معنا رو نمیته که اگر به زینت باشه جایز باشه. یکی یا دومی که میگه تنبیه بالاعلی علی، تنبیه اعلی یعنی خوردن است، ادنایش که زینت است اوش هم حرامه، او یک بخشش میشه که استفاده کنی. اکل شرب، خوردن نوشیدن محتاج است انسان به این اکثر از غیرش، یعنی زیاد به این نیاز داره. با وجودی که به خوردن نوشیدن در این ظروف نیاز است حرام شده، غیرش خب محرم است از باب اولا که زینتی باشه. و نظیر از قول تعالی لا تاکلوا الربا، الله میگه سود نخورید. اینا یگام تا بگم من سود نمیخورم اما کالا میخرم، موتر میخرم، این چی تو؟ پیامبر مثلا بگه قرآن گفته نخورین، نگفته که استفاده نکنین. من از پیسه سود پلو نمیخورم، گوشت نمیخورم، موتر میخرم، کالا میخرم، بوت میخرم. اینه خود جایز است دیگه. ما میگیم نه، اینجا به معنی لا تاکلوا الربا اتفاق علماست، صحابه مجتهدین همه که استفاده نکنین از سود، اما هدف چون که خوردن است اون میگه که نخورین. زیرا اول انسان هر چیزی که باشه اول از او خوراک استفاده میکنه، یعنی از او یک چیز میخره که بخوره. فلا یجوز الانتفاع به فی غیر الاکل، نفع گرفتن در غیر از خوردن هم جایز نیست. یک دوم دلیل چیست؟ علت میگه تحریم خوردن نوشیدن در ظرف طلا و نقره موجود است در استعمال همچنان، علتش دو هم معلوم است. پس وقتی که در خوردن نوشیدن حرام شد، دو دیگه هم حرامه. و سومی که در آخر حدیث میاد که پیامبر یک دلیل گفته فإنها لهم فی الدنیا، نه در حدیث بخاری مسلم میگه این ظروف که است برای کافراست در دنیا، ولکم فی الاخره، در شما به آخرت است و اونا در آخرت حصه نداره، کافر روی جنت نمیبینه. مشعر بالمنع منها، میگه این آگاهی میته می جز حدیث که خبر میته به ما و شما که من است مطلقا، یعنی مطلقا استفاده نشه. خوی قول اول واقعا قول قبیح چی است، اما دوم قول هم است میگن نو جایز. میگه پیامبر که گفته نخورین ننوشین اما استفادهش میگه جایزه. این قول اگر که علمای قوی انتخاب کردن مثل قول شوکانی، امام شوکانی محدث مجتهد و صنعانی هم مجتهد است و هم محدث هم مفسر است. صنعانی یک کتابش به نام سبل السلام نیده 15 شرایط اینجا خوانده میشه. قالوا یا میگن التحریم خاص بالاکل و شرب فقط، تحریم خاص است به خوردن نوشیدن فقط، تنها یعنی خوردن نوشیدن. و اصل در اشیاء خو اون نظر به آیت که خلق لكم ما فی الارض جمیعا و حلال بودن است که حلاله، و الاصل الحل. احادیث نص فی تحریم الاکل و شرب، یا حدیث که است میگه تصریح داره در حرام بودن خوردن نوشیدن، نه دیگهش. و الاصل فی ما عداهما الحل، اصل در ماسوا از حلال بودن. فلا يحرم شيء حتى يأتي دلیل صحیح صریح بتحریم الاستعمال، میگه هیچ چیز حرام نمیشه تا اینکه دلیل صحیح یعنی ضعیف نباشه، صریح باشه مبهم به تحریم استعمال، کور حرام کنه استعمالش. و تخصیص النبی للاکل و شرب، مثلا میگه خاص کرد به خوردن نوشیدن دلیل است که ماسوایش جایزه. یعنی اگر این طور میگه که اگر کسی استفاده کنه برای زینت جایز است. امام شوکانی میگه والحاصل، حاصل است که الاصل الحل، اصل در اشیاء چی بوده؟ حلال بودن بود. فلا تثبت الحرمه الا بدلیل، ثابت نمیشه حرمت مگر به دلیل، یا یسلم الخصم که خصم را قبول کنه یعنی جان مقابل. ولا دلیل فی المقام بهذا الصف، در این جمعه دلیل واقعا پیامبر سمی تو نگفته صراحتا که استفاده شام نکنین. مال اصل فی العینیه، خب این ترجیح را دیگه نمون به نظر ما والله علم گپ نمیزنیم،
بهتر است که استفاده نشه و با ما یک ذره اختلاف که آمد حکم تخفیف میشه. خب یک مثلا اگر کسی همین کار کرد بود و گفته نمیتونی حرام حرام قطعی، خب ولی این بهتر است که ترک شود یا نشه. اصل در آنیه در ظروف چیست؟ اصل در استعمال اوانی ظروف الحل و حلال بودن است. زیرا الله در قرآن میگه ایام دلشانی و الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا. الله آن ذاتی است که بر شما آنچه که در زمین است به منفعتتان پیدا کرده. و سخر لكم ما فی السماوات و فی الارض جميعا منه. الله تابع کرده بر نفع شما آنچه که در آسمان و زمین همش از جانب الله است. وجه استدلالی اذا کان آنچه که در زمین مسخر است بر ما پس تابع جایز است که استفاده کنیم و این معنای اباحت. مسخر شده چه معنی؟ استفاده کنیم و استفاده کردن معنای چی را؟ مباح بودن یعنی جایز بودن میرسانه. و قد ثبت عنه می در حالی که ثابت شده از پیامبر صلی الله علیه و سلم انه توضا من جفنه پیامبر صلی الله وضو کرد از جفنه یعنی یک دشت بوده، یک ظرف بوده. توضا من تور من سفر، امام بخاری میگه تور همون یک ظرف بوده، ظرف مثلا چی بگم که کاسه و کلان یا کوزه این چیزا. حافظ میگه که شبیه تشت است، تور که شبیه تشت است، از او استفاده کرده، عذابش وضو کرده، غسل کرده. بعضی گفته خود تشت است. سفر یعنی یک بخش جید نحاس هم برنج هم میگه. خب برنج یک نواهن برنجی است، نه برنجی که میگن رنگ طلایی داره، این چی یک زرد واره طلایی مجاز است اگر که خیره رنگه. ولی میگه از اینمی ظرف استفاده کرده، یعنی از آب یایش وضو و گپا استفاده کرده. اگر که قد دلیل قوی شد خود طلا جداست، خو عین طلا نیست، خود برنج است. نه و توزع من قربت یا قربه یک ظرف دیگه سازی استفاده کرده، یا میگه از می آهن باب بوده. توزع من ادوات یا یک ظرف است. ادوات مو یک ظرف کوچک است، از پوست گرفته میشه، یعنی پوست حیوان جور میشه، باز به خاطر آب استفاده میشه. سابق همین چیزا جور میکنه. پس مباح است میگه کل اناء طاهر ولو ثمین، هر ظرفی که پاک باشه هر قیمتی باشه مگر ظرف طلا و نقره، و اکثر علما گفت ناجایز. ما میگم و هل یلحق بذی الفضه نفایس الاحجار قال و جان. اینا یک سوال بسیار خوب جواب داده. میگه آیا ما گفته میتونیم که قیاس کنیم به طلا و نقره سنگ های قیمتی را، سنگ های قیمتی مثل یاقوت یک سنگ قیمتی بسیار قیمت، جواهر مثلا چی بگویم دیگه، زمرد باشه و لاجورد باشه، این چیزا نی، این قیمتی، یا عقیقه باشه، این گپا. عقیقه هم قیمتیش قیمت است، عقیقه قیمتی، یاقوت خب بسیار قیمت است. میگه فی خلاف، دیگه اختلاف در بین علما. از این ظروف آب بنوشیم ننوشیم، یا اکثر مایدار پیسه داره جور میکنه نه استفاده میکنه، چطوره؟ از هر ظاهری است که عدم الحاق، یا الحاق نمیشه یعنی قیاس نمیشه به طلا و نقره، و جواز علی اصل جایزت به اصل اباحت. اصل اباحت اونمو که هر چیز حلال است، به خاطر لعدم دلیل ناقل آنها، زیرا دلیلی که نقل شه وجود نداره. اینم سنانی گفته و هذا مذهب اکثر علما، یا اکثر علما ائمه مجتهدین امی گپ میزنن که این با او قیاس نمیشه، و الحمدلله که خوب شد که با او قیاس نشه، انسان استفاده کرده بتونه. زیرا اصل می در اشیاء اباحت است. مثلا یک کسی انگشتری لاجورد استفاده میکنه، یا عقیق استفاده میکنه، یا زمرد یا یاقوت استفاده میکنه، اون دو کدام به شرط کل چیزش از اون باشه. با نقره خب برای چی انگشتری استفادهش جایز است برای مرد، پس آنم باز میخوانیم. دلیل از یا چیز می اصل در اشیاء اباحت یعنی جایز بودن است. و الله میگه هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، الله آن ذات است که برای شما تمام چیز از زمین است آفریدگی به نفعتان. اشیاء که میگیم خو یکی اشیاء است، یکی عبادت است. در عبادت اصل من است، عبادت نکو مگر وی که با دلیل ثابت شده باشه. اصل چیز یعنی یک چیزی که ما میگیم بدعت است، به این خاطر میگیم که دو دلیل وجود نداره. یعنی کسی اگه عبادت از پیش خود جور کنه، قرآن سنت نباشه و بدعت میشه. اما در اشیاء اباحت است مگر اینکه دلیل به منش آمده باشه که ممنوع حرام باشه. اینجا یک فرق است. و تخصیص النبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی خاص کرد طلا و نقره را بالمنع که ممنوع است، یقتضی اباحت ما هداهما، این تقاضا میکنه که ماسوای ازی طلا و نقره مثل زمرد و لاجورد و یاقوت و مرجان حلال باشه. ولأن العلة فی الذهب والفضة هي الخيلاء،
میگه دیگه دلیلش در طلا و نقره تکبر است، یعنی تکبر و کسر قلوب الفقراء. فقیر که از قلب دلش میشکنه، فقیر که در میخوانه کسی بیاد که چیزش طلایی و نقره است، ظرفیاش دلش میشکنه، وای من ندارم. و این غیر موجوده، میگه در اینجا کس موجود نیست در یاقوت این گپا. چرا؟ زیرا جوهر کس و امثال ازی لا یعرفون الا خواص الناس، غیر از خواص الناس دیگه کس نمیفهم. مثلا یک فقیر اگر در دست یک چیز آبی گپا رو ببینه فکر میکنه کدام سنگ، نمیفهمه کی زمرد است، نمیفهمه کی یاقوت است، در دلش چیز پیدا نمیشه. و ذهب بعض العلماء الى التحریم، و بعض علما میگن این یا حرام است و بعض کراهت مکروه است، اما راجح اول است که نه، که نه مکروه است نه حرام. علت در تحریم خوردن نوشیدن در انای ذهب و فضه یعنی ظرف و طلا و نقره چیست؟ حکمتش چیست؟ بعضی علما گفتن خیالا، تکبر، کسر قلوب الفقراء، فقیر دلش شکستاندن است به خاطر. بعضی دیگرها گفتن مثل امام شوکانی و یرد علی جواز استعمال اوانی، میگه وارد میشه به جواز استعمال ظروف از جواهر نفیسه. جواهر نفیسه این چطور است؟ میگه غالبش است که انفس و اکثر قیمت من الذهب، غالبا که ما میبینیم همین جواهر قیمتی را بسیار قیمتش هم از طلا و نقره بالاست. میگه ولم یمنعها الا من شذ، این را کسی منع نکرده مگر کسای شاذ، یعنی اقام تا علما و دلیل قوی هم نداره. ابن قدامه حنبلی یا مجتهد میگه فین قیل گفتشه اگر علت تحریم کسر قلوب فقرا باشه که فقیر دلش میشکنه، لحرمت اوانی الیاقوت، حتمی باید حرام شود ظروف یاقوت و امثال از زمرد، زیرا این قیمتش بسیار بالاست. میگه جواب ابن قدامه میگه قلنا تلک لا یعرف الفقراء، این فقرا نمیشناسه، فلا تنکسر قلوبهم، قلبای از اینا میگه نمیشکنه به اتخاذ الاغنیاء لها، این که غنی این را چی بگیره جورش کنه، یک ظرف جور کنه، لعدم معرفتیم زیرا یا نمیشناسه. بعضی هم میگه تشبه به اهل جنت است، یعنی اگر این کار بکنیم با اهل جنت مشابهت میشه و این ممنوع. حیث یطاف علیهم بآنیة من فضة، در قرآن میانی و یطاف علیهم بآنیة من فضة و صحاف من ذهب، میگه ظروف خدمتگارا در جنت میگردانن ظرف نقره و ظرف طلا را، او میگه از یا بگی از بگی از بگی، هر کدامش در خدمت میاد. و ذلك مناط معتبر للشارع، میگه یک چیزی است که بر شارع اعتبار داده میشه. کما ثبت عنه انه لما رجلا متختما بخاتم من ذهب، زمانی که میفرماسم دید یک کسی انگشتری طلایی پوشیده بود، فقال گفت مالی ارا علیک حلیة اهل الجنه، چی شده که مثلا میبینم که زیورات اهل جنت پوشیدی؟ اخرجه ثلاثه، ایره امام ثلاثه یعنی بخاری مسلم اینا از حدیث بریده نقل کرده است. قال شوکانی، امام شوکانی هم میره گفته واقعا ایره که میبینی باید میشه که یعنی مشابهت با اهل جنت میشه. و بعضی هم گفته تشبه به مشرکین است، یک علتش مشابهت خودم مانند کردن با مشرکین، زیرا پیامبر صلی الله علیه و چی گفت؟ فانها لهم فی الدنیا، زیرا اینا در این چیزا طلا و نقره از برای کافرها در دنیا است، ولکم فی الاخره، یعنی علتش مشابهت با مشرک. بعضی گفتن ان هذا ينافي العبودیه، منافی بندگی است، کسی که بندگی الله را میکنه باید چیزی که منو یس نکنه و کاره. ابن قیم میگه ثواب است که علت والله علم همیست که کسب میشه استعمالش القلب من الحیات والحالت منافیه للعبودیه، قلب میگه از همون شکل و حالتی که منافی بندگی است، منافات ظاهری دارد و می خاطر پیامبر گفت که از برای کفار است خلاص، و اونا بندگی ندارن کافرها در دنیا و در آخرت نعمتها را حاصل کردن نمیتونن. پس این است استعمالش به عبید الله، بندای خاص الله در دنیا که مؤمنین است. و اینما استعملها من خرج، کسایی که میگه از اسلام بیرون است اونا استعمال میکنن کافر. خوی علتها بود گفتیم مختلف علما دلایلش گفتن، ولی علت بفهمیم نفهمیم ما شما چی میکنیم قبول میکنیم. هل تصح الطهاره من آنیه الذهب والفضه، حالا جایز است طهارت پاکی از ظروف طلا و نقره، یعنی طهارت چی معنی؟ یک کسی میتونه که از این ظرف طلا یا نقره وضو کنه یا غسل کنه، یک تشت کلان است طلایی دو آب انداخته، اگر وضو کنه وضوی صحیح میشه نمیشه دیام میگم یا پاس. میگه ذهب جماهیر العلماء، اکثریت علما به صحت وضو بهما، به می ظرفی که طلایی باشه و یا نقره‌ای باشه، کوزه طلایی باشه، آفتابی طلایی نقره‌ای باشه.
مع الاسم به امرای گناه کرد ولی وضو شده. بل حقا بعض ملجما بعضشان میگه گفته اتفاق است که وضو میشه اما گناه کرد. چرا این استفاده کرده؟ حدیث می دلالت میکنه الجزاء من جنس گپ خلاص شد دیگه. خب این حدیثه که میبینیم جزا از جنس عمل است. پیامبر هم توضیح داد گفت که کسی نال اطلاع و نقره میخوره و مینوشه از ظرف ازی می عذاب ازی مثل عملش است، یعنی فهو یجرجر نار جهنم، این داخل میشه در قلب ازی آتش جهنم. کما یجرجر هذا الماء، مثل که آبی که مینوشه از انای اطلاع و نقره در دلش میره میقسم آتش جهنم در قلبش داخل میشه، رودایش همه وجودش در میته. خب در این قاعده میگه مثالای زیاد است که یعنی جزا از جنس عمل اینطور است. مثل که الله در قرآن میگه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، هر وقت اینا کج شدن یعنی میلان کرد قلبشان از حق به باطل، ازاغ الله قلوبهم، الله هم قلبشان به طرف باطل برد. هر وقت که بیدین شوی بدعمل شوی الله دیگه سرک کمک نمیکنه، اون طرف میبره. اگر برای درست رفتی اون برای درست روانت میکنه. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، کسی هر صاحب حق شبته تقوا بکنه به جنت و غیب تصدیق بکنه فسنيسره لليسرى، الله می راه جنت ما برش آسان میکنه. و اما من بخل و کذب بالحسنى، کسی بخل بکنه و استغنا خود غنی بشماره و کذب بالحسنى جنت و این غیب چیزایی که غیب اصول تکذیب کنه فسنيسره للعسرى، ما آسان میکنیم برش راه رفتن به جهنم، بسیار آسان میره، هیچ کدام فشار هم نمیبینه، سیده با آتش میره. الله نجات بتازی. یعنی اول انسان عمله، اگر میخواین که نیک عمل شین با تقوا، اول عمل تقوا را کسب کو، طلب کو، تلاش کو، بعد از الله میده. تا که نکنی نه طلب نکردی کسب نکردی الله برات نمیده. الله در قرآن میگه که مثلا والذین اهتدوا زادهم هدا، کسایی که هدایت قبول کردن الله هدایتشان چی میکنه؟ زیاد میکنه. و آتاهم تقواهم، تقواشان میته، پشت تقوا بگردی میته. یکم تا میگه که خدایا تقوا بده، خدایا مرا در نماز بیار، این نمیشه. تا که حرکت نکنی این نمیشه. با یکم تا چی میگه؟ هرچی دعا میکنیم نمیشه، دعای خالی بدون عمل بیفایده است. و قال صلی الله علیه وسلم الراحمون یرحمهم الله، راحمون کسی که رحم میکنه سر مردم، سر حیوانات، یرحمهم الله، الله به ولدی رحم میکنه. ارحموا علی من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کنین ترحم کنین به بالای کسایی که در روی زمین است. این ابو داود نقل کرده حدیث صحیح. یا یه حدیث دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، کسی از یک مسلمان پنهان کنه عیبشه یا یک گناهشه، الله ایرا در روز قیامت گناهش میپوشانه. گناه یک مسلمان که دیدیم نصیحتش کنیم پنهانی، تو نه که از آسمان بکشیمش. اگر ای تو کسی از که دیده نمیتونی یا برش گفتی اصلاح نشد، به خاطر نجات از شرارتش میشه که علنی بیان کنی و حالات خدا داره. و قال صلی الله علیه و سلم من اخذ اموال الناس یرید اداها ادى الله عنه، کسی مال مردم بگیره اراده بکند که ادا بکند الله از طرف ادا میکنه. قرض میگیره گپا الله قرضش پورا میکنه. رواه البخاری. قال صلی الله علیه و سلم من وصل صفا وصله الله، کسی صف وصل میکنه یعنی در صف نماز خوب متصل، الله ایرا به خود وصل میکنه، به خود نزدیک میکنه. کسی که صف میگریزه مثل یگام طور که نزدیک شه اوش میگریزه نه، همو خرای وحشی که هستن که دجانش دیدی خیس میزنه و تو نه، هم پای تا که نزدیکش میکنی یک خیس میزنه اون میره و این را که است الله از خود دور میکنه. یه حدیث صحیح. یگام تا قرض میگیره هیچ اراده ادا را نداره نه که ادا کنه، او دیگه اون نموز که الله او را چیزی هم نمیته که قرض خدا پورا کنه. اما قرض اگر